قشنگترین بخش مهاجرتمون اینجاست که بهرام هر دفعه میاد خونه با یه پک غذای خوشمزه‌ای میاد خونه. خوشمزه ترین غذایی که میتونست بگیره برام سوشی. خب از اونجایی که غذای خیلی 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 مورد علاقمه، خب تو ایران، حالا تو شهری که ما زندگی میکردیم، قدم به قدم جایی نبود که بتونی سوشی خوشمزه‌ای پیدا کنی. الان این برای من حکم لذیذترین غذای دنیا رو داره. خیلی خوشگله. داره میریزه. من از ذوق زیاد همینجور فقط گوشی آوردم گذاشتم اینجا، نه پایه‌ای نه میکروفونی هیچی. خیلی خوبه، خیلی خوبه.